پدر سلام. سلام فرزندم. مشکلت چیه؟ من راستیتش یه مشکل خانوادگی دارم که میخوام به دلیلش خودکشی کنم. مشکلی نیست که حل نشه. بگو راحت باش، تعریف کن. ببینید من با یه زن بیوه ازدواج کردم که یه دختر داشت. پدرم دخترش رو دید و باهاش ازدواج کرد. یعنی پدرم شوهر دخترم شد و من پدر زنش. ببینید وقتی زن پدرم بچه دار شد، در واقع مثلا بچهشون میشد برادرم دیگه و در واقع نوه‌م هم بود، چون نوه زنم میشد دیگه. زنم چون مادر بزرگ برادرم میشد، مادر بزرگ منم هست و با این حساب من همسرم مادر بزرگمه و پدر بزرگ برادرم از پدرم نوه پدر بزرگ پدرم میشه. یعنی فرزندم به خدا توکل کن و خودکشی کن. خدا خودتو پدرتو لعنت کنه. من ریدم در اونی که تو سوال کنه.